بیاین یه بار برای همیشه از دست چیناچروکامون خلاص بشیم. سلام دوستان عزیزم، مظفری هستم، علی مظفری. امروز میخوام راجع به روتین چیناچروک کافه ساز براتون صحبت بکنم. همونجور که توی تصویر میبینیم یه روتین خیلی خوبی ما در پیج اینستاگرام معرفی کردیم که یه سری کارهای فعالیتایی که روزانه باید انجام بشه و از همه دیدگاه‌ها، از منظر گوارشی، کبد، معده، ارگان‌های اصلی و همینجور پوست سعی کردیم روش‌هایی بگیم که چیناچروک از بین بره. اولین گامی که توصیه می‌کنیم برای رفع چیناچروک شستشوی پوستمون هست با یک محصول خوب. ما صابون ژله‌ای پیشنهاد می‌کنیم که شرکت کافه سبز برای اولین بار صابونایی تولید کرده به نام صابونای ژله‌ای که ترکیبی از ژلاتین و عناصر دیگه بدون سود سوزآور هست، pH خیلی کمی داره و برای شستشوی پوست، مثلا پوست خشک، به شدت عالیه. محصول بعدی که توصیه کردیم استفاده از روغن آرگان هر روز صبح. روغن آرگان روغن خیلی لطیفه. پیشنهاد می‌کنیم که پوست صورت‌ها با روغن آرگان که یک آبرسان خیلی خوبه هر روز صبح ماساژ بدیم. نکته خیلی مهمی که هست روغن آرگان بهتره که ماساژ نسبتاً خوبی بدیم. و ماساژ باعث میشه که اصطلاحاً نفوذ خیلی خوبی داشته باشه و آبرسانی خوبی انجام بده روغن آرگان. گام بعدی استفاده از ماسک جلبک و زالو هست. ماسک جلبک کافه ساز به این شکله. یک بسته بندی داخلش هست که 30 گرم پودر ترکیب شده از جلبک و زالو خشک شده است که توضیح دادیم به چه صورت بعد استفاده بشه. یک قاشق مرباخوری ماسک پودری از این محصول، یک قاشق مرباخوریش کافیه. مقدار قاشق خالی هم باشه کافیه. با مقداری نصف قاشق مرباخوری عسل، یک قاشق غذاخوری ژل آلوورا خیلی مهمه، یک قاشق غذاخوری عرق رازیانه مثلا برای پوستای سرد مزاج به شدت عالیه و 5 قطره روغن هج دهنده. روغن هج دهنده کافه سبز در این بسته بندی ارائه میشه. همونجور که میبینید 30 گرم روغن ترکیبی هست از جلبک و خراتین، زالو و چیزای دیگه که روغن دیگه که برای هجدهی پوست استفاده میشه. بهتره که توسط درب قطع شکانی که داره 1 الی 2 قطره بسته به خشکی یا چربی پوست روی پوست ماساژ بدیم. این روغن رو هم پیشنهاد می‌کنیم ماساژ نسبتاً زیاد، حداقل 10 دقیقه ماساژ بدیم. ماساژ باعث نفوذ بیشتر روغن ها میشه به پوستمون. بعد از ماسک گذاشتن توصیه‌مون کرم بوتاکسه که شرکت کافه سبز کرمی رو تولید کرده به نام کرم بوتاکس. کرم بوتاکس حاوی جلبک و خراتین برای اولین بار با مجوز بهداشتی تولید شده این شرکت که به شدت فرمول قوی داره و هر شب قبل از خواب بهتره که این کرم رو توصیه نمی‌کنیم به کل صورت، فقط جاهایی که چیناچروک وجود داره، چون ماساژ نسبتاً زیاد نیاز داره و اگر همه صورت رو بخوایم پوشش بدیم خسته کننده میشه. بعد از کرم بوتاکس شستشوی بدن با نمک حمام و صابون نمک را داریم. نمک حمام کافه سبز در این بسته بندی هست و صابون نمک هم به این شکله. چرا ما شستشوی بدن با صابون ها با نمک را توصیه میکنیم؟ نمک باعث میشه که اخلاط فاسد بدن دفع بشه. در حقیقت جاذبه خلطهای فاسد بدنه. معمولا چیناچروک که از دلایلش به خاطر خلطهای فاسدی که در خون ما وجود داره، اومدیم توسط این دو تا محصول این خلطها رو از بین میبریم. گام بعدی مصرف جوشانده گل سرخ روزی 2 لیوانه. یکی از دلایل چروک در بدن خشکی بدن هست که عاملش میتونه یبوست هم باشه. یکی از درمان‌هایی که برای یبوست نام برده میشه استفاده از درمان‌های گل سرخ. گل سرخ هم گرمی خیلی لطیفی داره، هم برای حافظه خیلی توصیه شده و هم برای رفع یبوست. به همین خاطر در رطوبت پوستی ما حتما از درمانش گل سرخ استفاده میشه. مصرف سرکه انگبین رازیانه داریم. من گذاشتمش این پست. سرکه انگبین رازیانه به این شکل در شرکت کافه سبز که ترکیبی از سرکه انگور خانگی، عصاره رازیانه یا جوشانده رازیانه، داخل شیره توت، شیره انجیر و عسل انگبین استفاده میشه. روش ساخت نسبتاً پیچیده‌ای داره که ما این کار رو انجام دادیم به صورت خانگی و عرضه میکنیم. در قدم بعدی مصرف شیر بادام هر روز رو داریم.
شیر بادام یکی از محصولات خیلی خیلی خوب در طب سنتیه که به شدت توصیه میشه، مثلا برای سرد مزاج ها. کلسیم خیلی بالایی داره. پیشنهاد می‌کنیم کسایی که سرد مزاج هستن به جای اینکه کلسیم بدنشون از لبنیات بگیرن که لبنیات خیلی سرد هست، این کلسیم رو از گرمیجات مثل شیر بادام استفاده بکنن. روش درست کردن شیر بادام این صورته که تعداد 7 عدد بادام رو داخل آب میندازیم، بعد از 1 ساعت پوستشون جدا میشه، این پوست رو جدا میکنیم، 7 بادام رو با تقریبا 1 استکان آب داخل میکسر میکس میکنیم و یک مایع سفید رنگی خیلی خوشمزه درست میشه. پیشنهاد میکنیم روز 1 مرتبه حتما شیر بادام رو استفاده بکنیم. مصرف آب انداخته تخم شربتی روزی 2 لیوان. باز هم میگم یکی از دلایل چروک خشکی پوسته. خشکی ما میتونیم توسط محصولاتی آب رو در بدن نگه میدارن و بلند مدت تو بدن سیر میکنن استفاده بکنیم. یکی از محصولات تخم شربتیه. تخم شربتی وقتی داخل آب بمونه حدود 3 تا 4 ساعت حجم خودش رو بیشتر میکنه و آب داخل خودش داخل میکنه. کسایی که خشک مزاجشون اگر روزی 1 تا 2 لیوان تخم شربتی بخورن، آب در بدنشون بیشتر زمان بیشتری سیر میشه و نگهداری میشه و خشکی از بین میبره. مورد بعدی مصرف کپسول چاقی جلبک هست. یک محصول توی شرکت کافه سبز ما تولید کردیم به نام کپسول چاق کننده. این محصول هم روی صورت تاثیر خیلی خوبی داره، هم روی بدن. ترکیبی از چندین گیاه خیلی خوب جلبک داخلش هست، روزی گیاه خیلی خوب جوانه گندم و جوانه جو داخلش داره. محصول خیلی راضی کننده بوده برای چاق شدن بدن که روزانه 4 تا 6 عدد از این کپسول میتونن استفاده بکنن. در قدم بعدی مصرف کاهو همراه با روغن زیتون و کمی سرکه و نمک دریا. اولا که توضیح بدم، توصیه میکنیم فقط از نمک‌های دریا استفاده بکنیم. نمک دریا خیلی توصیه شده در طب سنتی، باعث پاکسازی معده، ضد باکتری هستش، مزایای خیلی خوبی داره. پیشنهاد میکنیم قبل از غذا کاهو رو با روغن زیتون و کمی سرکه و نمک دریا استفاده بکنیم که هم مزاج رو معتدل میکنه، هم برای هضم غذا خیلی خوبه و برای سلامت معده و گوارش ما به شدت توصیه میشه. مصرف روزانه 1 بشقاب جوانه گندم. جوانه گندم مثلا برای سرد مزاج ها خیلی خیلی خوبه و باعث چاقی صورت هم میشه. به همه پیشنهاد بکنیم که روزی 1 بشقاب رو از جوانه گندم استفاده بکنن. منع مصرف مرغ، روغن بازاری، گوشت گوساله، آب خیلی سرد. منعیاتی که برای همه هست. آب سرد رو اصلا توصیه نمی‌کنیم. یکی از عامل‌های اصلی کبد شب آب خیلی سرد میتونه باشه. مرغ رو اصلا توصیه نمی‌کنیم. مرغ‌های معمولاً مرغ‌ها بسیار هورمونی هستن و اینکه مزاجشون سرده. مزاج سرد اصلا توصیه نمی‌کنیم. گوشت گوساله باز همینجور مزاج سردی داره. برای همین منع مصرف داریم. روغن‌های بازاری هم که متاسفانه کیفیت خوبی ندارن. ماساژ صورت هر روز. ماساژ باعث افزایش گردش خون میشه که این افزایش گردش خون باعث میشه که مواد غذایی بیشتر برسه به اون موضع و رفع چین و شروع رو داشته باشیم. به جای ماساژ میتونیم از بادکش‌های خیلی لطیف هم استفاده بکنیم. و در آخر روزانه نیم ساعت پیاده روی تند و خنده های خیلی بلند رو براتون توصیه میکنیم. موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.